سلام دوستان، امروز میخوایم با همدیگه یه نون توست پنبه‌ای حتی بهتر از نونای توست بازاری رو درست کنیم. برای درست کردن این نون توست حتما آردتون رو الک کنید، بعد نمک و شکر رو بهش اضافه کنید، هم بزنید، سپس بیاید خمیر مایه رو اضافه کنید، چون نباید خمیر مایه با نمک تماس مستقیم داشته باشه چون رو فعالیتش تأثیر میذاره. حالا نوبت اضافه کردن مایعات دستور یعنی آب دستورمون هستش. من چون هوا خنک بود از آب ولرم استفاده کردم. آب رو اضافه کردم، شروع کردم به ورز دادن. چون آبخور آردها با هم فرق میکنه دیدم که آب بیشتری احتیاج داره. به اندازه 1-2 قاشق دیگه هم بهش آب اضافه کردم. دوباره شروع کردم به ورز دادن. چند دقیقه ورزش دادم، خمیرم جمع شد. بعد بهش روغن مایه رو اضافه کردم. 2 دقیقه دیگه هم ورز دادم. بعد خمیرم رو اجازه دادم 10 دقیقه روشو کشیدم استراحت کنه تا گلوتن خودش رو باز کنه و بعد از اون 10 دقیقه دوباره شروع کردم ورز دادم. در کل 10-12 دقیقه ورز خمیر من طول کشید تا خمیرم به یه تست پنجره خوب و مناسب برسه. یه نکته در مورد خمیر نون توست. نون توست خمیرش یه مقدار نرم و چسبنده است که این نگران کننده نیست، همین کمک میکنه که خمیرتون داخل قالب بهتر شکل بگیره. بعد از اینکه خمیرم رو ورز دادم میذارم داخل یه ظرفی که کفش چرب شده، روش رو پوشوندم، اجازه دادم تو محیط بمونه تا حجمش 2 برابر بشه. بعد من پف خمیر رو میگیرم، یکم آرد میپاشم، شروع میکنم به شکل دادن خمیر رو به شکل قالبم در میارم و میذارم کف قالبم. ببینید من از قالب گالوانیزه استفاده کردم. میتونید کفش رو چرب کنید، آرد پاشی کنید حسابی تا خمیرتون به ظرف نچسبه. اگر ظرفتون نسوز بود احتیاجی به همچین کاری هم نداره، یا اینکه مثل من از ورق نسوز استفاده کنید که دیگه مطمئن باشید که به کف ظرفتون هم نمیچسبه. خمیرم رو شکل میدم و کف قالبم من یک کمی کنجد پاشیدم، خیلی هم نپاشید چون اضافاتش نمیچسبه به خمیر. یک کوچولو آب ریختم روش و خمیرم رو از قسمتی که درز داره و با دستم بستم به سمت پایین قرار میدم اون قسمت رو و اجازه میدم خمیر بمونه توی محیط با در بسته و استراحت کنه تا حجمش به اندازه قالبم بالا میاد. یه بند انگشت مونده بود که به بالا برسه، درش رو هم که باز چرب کردم و آرد پاشی کردم میذارم و فرم رو از پایین 10 دقیقه روشن میکنم با دمای 180 درجه میذارم. توی 10 دقیقه که پخت دوباره فرم رو با همون دما میارم از بالا و پایین روشن میکنم، اجازه میدم حدوداً 20 تا 25 دقیقه دیگه هم بپزه و نونم آماده بشه. نون رو میذاریم بلافاصله در میاریم چون نرم میشه، میذاریم روی توری تا خنک بشه. بعد از اینکه خنک شد بهتره اجازه بدیم نونمون یه شب بمونه، بعد برش بزنیم. برش که زدید داخل کیسه فریزر میذارید و توی فریزر نگهداری میکنید و هر وقت لازم بود ازش استفاده میکنید. نوش جونتون. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید و خودتون نونای توست سالم رو تو خونه درست کنید.